یگانه اگرچه پیامبر شعبان رو روزه زیاد می گرفتن، از پیشواز روزه رمضان یک روز دو روز، یا اینکه در شعبان روزه نگرفته وقتی که ماه شعبان نصف شد از 15 وای طرف روزگیری رو من کردگی هستند که در این باره هم حدیث هم در صحیح بخاری هست، هم در دیگر کتاب های سنن که بعد از شعبان 15 روز شدن مخصوص روزه رو شروع نکنید، یا یک روز دو روز پیش از رمضان مخصوص روزه رو نگیرید که روزهای شک است. و حتی این مانندی دارد به نصرانی ها که نصرانی ها روزه خود رو از 30 روز به 50 و 100 کرده بودند، 10 روز پیش از ماهشان، بعد 10 روز باز بعد از آن می گرفتند و خود از خود روزهای روزه را زیاد کرده بودند. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان مخصوص روزه پیشواز رمضان گرفتن، یا اینکه بعد از 15 همش مخصوص روزگیری را منع کردن. اما بقیه شما از اول شعبان روزه را شروع کردید و تا آخر ترش بردید باکی ندارد، اما یک روز دو روز پیش از پیشواز رمضان نباید روزه بگیرید. و در همین ماه حدیث حضرت عایشه است در بخاری که حضرت عایشه میگن من قضاهایم رو به خاطر اینکه در خدمت پیامبر بودم، با پیامبر مشغول بودم، در ماه شعبان تمام میکردم. یعنی خواهرانی که از رمضان گذشته تا امروز قضا نگرفتید حتما باید قضایمان را این ماه تمام کنیم، برای آنکه در نزد جمهور علما بجز مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه با آثار عبدالله ابن عباس هر زنی که یک سال میگذرد و به سبب به یگان کسلی و به سبب قضایش را نمیگیرد او گناهکار می شود. بعد از رمضان هم قضایش را میگیرد هم کفاره میدهد. یعنی زنهایی که از روی سهل انگاری و بے پرواگی قضایشان را نگرفتن، اگر در همین شعبان هم قضایشان را نگیرند آنها هم گناهکار می شوند، هم بعد از رمضان بجز اینکه قضا میگیرند کفاره هم میدهند که به هر یک روز یک کمبغل را سر میکنند. یعنی خواهران قضادار هم حتما باید قضای رمضان پیشترشان را یا گذشتهشان را این ماه بگیرند.